سلام. راستش قرار نبود این هفته ویدیو بدیم چون دارم میرم این کنفرانس نوریبس، از این بزرگترین کنفرانس های دیپ لرنینگه و میخواستم برم اونجا از نمایشگاه یه سری فیلم بگیرم اگه بتونم یه ویدیو درست کنم. حالا اونم میکنم، ولی کامنت ها رو میخوندم. دمتون گرم کامنت میذارین و واقعا کیف میکنم. خیلی انرژی میدین با کامنتاتون. یه دوستی رفته بود اون ویدیوهای قدیمی منو دیده بود که درباره نوتبوک الم صحبت کرده بودم، زیرش نوشته بود که مرزاد یه دونه آپدیتشو بساز، خیلی تغییر کرده. دیدم راست میگه، ما این همه درباره یادگیری و آموزش داریم حرف میزنیم و هدفمون اینه، این ابزار رو باید خوب بلد باشیم و ازش استفاده کنیم. حالا برای بعضیاتون تکراریه، برای بعضیاتون نیست، ولی سعی میکنم این ویدیو خیلی کوتاه باشه که به عنوان یه چیز خیلی سریع آدما بتونن به هم دیگه نشونش بدن، بگن که این دیپ لرنینگ این کارا رو میتونه بکنه و برای آموزش این تاثیر رو داره. چون من حتی یه سری استاد دوستام که استاد دانشگاه هم هستن از این ابزارا استفاده نمیکردن و نمیدونستن و موقعی که بهشون نشون دادم خیلی براشون جالب بود و فکر میکنم هم برای بچه دبستانی خوبه، هم برای استاد دانشگاه، یعنی همه برای یادگیری یه چیز سختی میتونن از این ابزار استفاده کنن. دیگه اگه خوشتون اومد برای 8 نفر بفرستید، اونا میان زیر شاختون، اونها برای 8 نفر بفرستن، آخرش هر کی یه چیزی میگفتن چی به سر شاخه پول میده، یه همچی چیزی. ما یه رفیق داریم اندرزگو خونه گرفته، دیگه 206 هم گرفته. زمان ما این بود گولد کوست، نه شما یادتون هست یا نه، این شرکت هرمی آخرش 206 بود، یعنی طرف پولدار شده بود و یه 206 برای خودش گرفته بود و یه خونه اندرزگو. الان دیگه نمیدونم چی شده. آره، ولی برای 8 نفر بفرستید بیاد زیر شاخت. بریم ببینیم چیه این نوتبوک. ما دفعه قبل نشون دادیم ابزاراشو، این دفعه برای اینکه نشون بدم که کاربردش چیه، یکی از سخت‌ترین کتابایی که من دیدم رو انتخاب کردم، Being and Nothingness مال ژان پل سارتر، که من که واقعا مخم نکشید موقعی که داشتم این کتاب میخوندم، دیدم این به درد من نمیخوره، یعنی نفهمیدم. باید خیلی مثلا دقت کنی و خیلی برای بعضیا خوبه که این متن رو مثلا خیلی دقت میکنن، خیلی آروم میخونن اینا. من راستش نه کارم اینه نه چیز، دلم میخواست بدونم که چی گفته، به خاطر همین برام مهمه که اطلاعات از توش در بیارم. برای لذت کتابخونی کتابای دیگه میخونم، برای این به خاطر که بدونم چی توش چیه میتونم از این ابزار استفاده کنم. و خب این ابزارا برای ساده کردن اطلاعات خیلی به درد میخوره، ولی خب جای خوندن خود کتابو نخواهد گرفت. بخاطر همین اگه کتابی دیدین که سبکش به شما میخوره و دوستش دارید، اون کتاب باید اونجوری بخونید، سبک قدیمی بخونید. این برای اطلاعات جمع کردن این ابزاری که امروز معرفی میکنم. تغییری که کرده، قبلا نوتبوک الم فقط یه دونه چیز بود، یه دونه پادکست بود که می اومده اینجا این آدیو اوورویو رو بزنید، پادکست رو درست میکنه. حالا من قبلا درست کردم اینو. بیاین یه خودشو گوش کنیم. Welcome back to the deep dive. Today we're wrestling with a real intellectual monument, a foundational text of 20th century thought. A heavy one. We're tackling Jean-Paul Sartre's 1943 work, Lettre et le Néant. Being and Nothingness. Oh, hey, I think our listeners got something to say. Hello, can you tell me what this book is about in one sentence? Like I'm 5 years old. Welcome. That is a fantastic request. We love that. And it's actually a challenge the book itself sets up. Okay, here's the one-sentence summary for a 5-year-old. Human beings are not like rocks. Because we're always choosing what we will be next. And this choice makes us totally free. خب چی میگه؟ میگه که آدم مثل سنگ نیست، چیز داره، آپشن داره، حق انتخاب داره و خود تصمیم میگیری که آخر زندگی تو چی جوری بسازی، حالا با توجه به شرایطی که داری.
این نوتبوک علم با این شروع شد که بسیار کار عجیب و خفنی بود و همه رو تحت تاثیر قرار داد. هرچی گذشت یه سری چیزای دیگه اضافه کردن و الان این نوتبوک علم با گوگل دیگه همون چیزایی که تو ویدیو قبلی معرفی کردم اینجا هم هست. مثلا اینفوگرافیک، بهش گفتم که یه اینفوگرافیک درباره این کتاب به من بده. بعد اینجا داره توضیح میده دیگه، خیلی اینفوگرافیک خوشگلی و اینا. گفتم که آقا من این اینفوگرافیکت هم نمیفهمم. میام اینجا این علامت مداده رو میزنم، اینجا هم میتونم سایزش رو یعنی اورینتیشنش رو بگم لندسکیپ یا پورتره باشه، زبان رو بگم، فارسی رو پیدا نکردم توش. بعد چقدر جزئیات داشته باشه، خیلی کوتاه باشه، استاندارد باشه، یا مثلا کلی اطلاعات داشته باشه. بعد اینجا میتونم پرامپت بنویسم. تو پرامپت نوشتم که نه من خیلی کارم فلسفه نیست، ساده ترش کن. بعد ساده تر کرد، اینجوری کرد. بعد دیدم اینم نمیفهمم. گفتم که آها من 5 سالمه، برام یه دونه اینفوگرافیک درست کن 5 ساله. نه این چه باحاله. شما سنگوشی آپشنی نداری ولی انسان هستی، کلی پتانسیل تو پر نیستی. یه چیزی هستی که یه سری آپشنایی توت هست که میتونی این آپشن‌ها رو به حقیقت برسونی و آدما فکر میکنن که یه سنگی هستن، هیچ آپشنی ندارن، ولی در صورتی که آپشن دارن. بعد قضیه جدی شد. میای اینجا ویدیو هم درست میکنی. من الان رو ویدیو زدم. این الان اسلایدشه. بذار اسلایدش اول نشون بدم. میتونم بهش بگم که اسلاید درست کن برام. یه سری اسلاید درست کن که من ببینم که این هنوز داره درباره سنگ و اینا صحبت میکنه. این اسلایدها. بعد میتونید بگین این اسلایدها رو برای چه آدینسی درست کن، چه مثلا 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله. اینا رو میتونید چیز کنید که مشخص باشه. بعد میتونید کویز بدید. فلش کارت هم داره. فلش کارت سوالو میبینید، بعد میتونید جوابو ببینید. بعد میتونید دانلود کنید، پرینت هم بکنید. کلی فلش کارت برای یادگیری این هست. یعنی هر چیزی که بخواید یاد بگیرید تو هر لولی که باشید میتونید از این ابزار استفاده کنید و چیز کنید. این کمک میکنه به یاد. ابزار ایژوکیشن. انواع کویز داره. میتونید کویزهای مختلف چیز کنید. حالا میتونید براش تو پرامپت بگین چه جور کویزی میخواید و چقدر سخت باشه. اینا همش قابل چیز هست، قابل کاستومایزبل هست، قابل تغییر هست. یه ریپورت داره. تو ریپورت میگه چه جور ریپورتی میخوای. مثلا من زدم یه بلاگ پست برام درست کن، بعد اینجا یه بلاگ پست برام ساخته نوشته. و مثلا من دیدم که ملت توی لینکدین و اینا هم از این چیزا استفاده میکنن. یا یه متنی معلومه که با AI نوشته شده، بد نیست. یه موقعی آدم تو ذوقش میخوره که این متن خیلی مشخصه که AIه، ولی اگه خودتونم یه مقدار تغییرش بده، یه مقدار از خودتونم بیارید توش، اتفاقا پستای خوبی هم میشن. تو حتی سوشال نتورک و اینا دیدم که ملت چیزم گرفتن، ویو هم گرفتن با این پستا. اینم آخریش که ویدیو اوورویوه. All right, let's dive into one of the biggest, most intimidating books in modern philosophy, Jean-Paul Sartre's Being and Nothingness. Now, I know it has this reputation for being super dense, almost impossible about consciousness. They are absolutely electrifying. So you ready? Let's get into it. So we're going to start with a question that sounds, well, almost childishly simple. But for Sartre, this is the key that unlocks his entire is defined by this anything other than step 3.
خلاصه اینجا میتونید یه موضوعی که میخواین دربارش تحقیق کنید و بنویسید، بعد این میره براتون سرچ میکنه. دیپ ریسرچ داره و فست ریسرچ، میره براتون سرچ میکنه و میتونید بگید مثلا های کوالیتی رفرنس، فقط رفرنس های قابل اعتماد بیار. بعد این سورس ها رو میاره اینجا، بعد بر اساس اونا میتونید همه این کارا رو بکنید. یعنی یه چیزی که کلا دربارش هیچی نمیدونید میتونید اینجا سرچ کنید و براتون بیاره. خیلی خب، من فقط این کوچولو این 10 دقیقه رو گرفتم که این ابزار رو بشناسید، شروع کنید باهاش بازی کردن و چیزایی که دلتون میخواد یاد بگیرید و این میتونه خیلی کمکتون کنه که یاد بگیرید. ولی خب جای کتاب خوندن نمیگیره، ولی میتونه به کتاب خوندنتون کمک کنه. امیدوارم که مفید باشه. فعلا خداحافظ.